السلام علیکم دوستان عزیز، امیدوارم که شما خوب هستید. بر شما سلامتی خواهان هستم. امروز دلار ایالات متحده آمریکا برابر است به 993 سومانی و اینچنین 100 یورو برابر شد به 1145 سومانی. برادران و خواهرای عزیز، از شما خواهش در ویدیو یک لایک مانید، با کانال ما پادپیسه کنید. رحمت برای دستگیری. خداوند متعال از شما راضی باشد. و میگذاریم به کورس روبل. 1000 روبل روسی با کورس امروزه برابر شد به 127 سومانی. البته خبر گرفته شد از بانک ملی جمهوری تاجیکستان و پیشکش شما گرداندیم. سلامت باشید. خدا نگهبان شما. سلام دوستان. سنجش شناسنامه خارجی یعنی که زگرم پاسپورت برای شما مشکل شده است و شما نمیتوانید در کجا چطور بسنجید. و ما پیش راه این مشکل شما را گرفتیم. شما اکنون میتوانید در خانه نشسته پاسپورت های خود را بسنجید و جواب درست را بگیرید. تنها با طریق واتساپ با این برادر صحبت کنید. این برادر بر شما چیزی گفت همان کار را بکنید. البته جواب پوره و عمیق به شما روان میکنند. و امروزها هم ای کار را رایگان نمی شود کرد، یعنی که اینها حق کاریشان را نیز میگیرند. به شما برای کار. سلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران غریب. کسایی که میخواهید پاسپورت خود را بسنجید، یعنی که پرایوت کنید، پاسپورت، رجیستراسیون و پاتنت که در بعض هست یا این که نیست، برای اینها را فهمیدن میتونید که بر ما مراجعه کنید و اینچنین ما میتونیم که بر شما رجیستراسیون کرده دهیم تا که در بعض برای این همه را و به دیگر سوال ها را جواب گرفتن میتونید که با رقم های در پیام بوده که واتساپ پیوست است، با طریق واتساپ به همین رقم های در روی اکران بوده نویسید.